ما دیشب رفتیم بعد از اینکه یه ویدیوی طولانی گرفته بود داغون خسته گفتیم یه چیزی بخوریم بعد بریم آره خونه. اولین جایی که دیدیم مثلا نزدیک خونه‌مون بود و رفتیم یه رستوران چینی بود. خیلی هم باحال بود. من که رفتیم دستامونو بشوریم برگشتیم دیدیم که ایمان خم شده داره با میز بغل صحبت میکنه. من همونجا بعد میتونم گفتم که میام یه بریم من و تو بپیشیم بریم یه جا دیگه بشینیم. ببین اون لحظه واقعا داشتم دعا میکردم که برسی. یعنی من توی شرایط خیلی سخت بدی بودم. همینی که اومدیم بشینیم داشتم میشستم ایمان برگشت به انگلیس برگشت گفتش که بهتر از اینا بپرسین اینا موزیسینن. بعد من برگشتم دیدم که یه آقای خیلی سن بالا مثلا 80 خورده ساله با یه خانوم خیلی پیرتر گفت این دوتا موزیسینن. و ما نشستیم گفتم های مثلا آره مثلا چی شد سوال داشت تو گوشی چیزی نشون میداد. گوشیشو من نشون داد یه عکس خانوادگی بود. بعد گفتش که به نظرت این موزیکی که روی این استوری دارم میذارم تو که موزیسیانی چه معنایی میده؟ بعد حالا فکر کن رستورانی که هستیم خودش جای روباز و شلوغ و سر و صدا اصلا از صدای گوشی اصلا نمیشه شنید که چی داره میگه. و من اینجوری گفتم که به نظرم حس خیلی خوب میده، حس قدرت میده، حس چیز میده. منم آخه همینا رو بهش گفته بودم قبل اینکه تو بیای ولی خانم اینجوری که قبول نکرد. نه بعد کیمیا پرسید. بعد کیمیا که کلا اصلا نمیشنوه درست. بعد تو شلوغی که دیگه هیچ چیز کیمیا گفتش که به نظرم خیلی خوبه موزیکه. بعد گفتم نه من نه نگفتم خوبه یا بده، چه حسی داره میده روی این عکسه. میگه گفتش که راستش درست نمیفهم نمیتونم اینجا بشنوم فلان و اینا ولی مثلا خوبه اینا. بعد خانومه کلا بیخیاش گوشی گذاشت کنار. ما هنوز سفارش نداده بودیم غذا رو، یعنی از وقتی که سفارش دادیم تا غذا بیاد ما بخوریم تموم شه با ما یه بند با ما حرف زد. یه بند بعد حرفایی که اصلا هیچ کدوم معنای خاصی نمیداد. یعنی یه جمله رو مثلا تا وسطاش میرفت و بعد عوض میشد و بعد میرفت سر یه موضوع دیگه و دوباره برمیگشت. بعد من هر چند مثلا می‌خواستم بگم که اوکی مثلا حالا بزنیم غذا رو بخوریم، نه کل مدت خودش آخه غذاشو خورده بود، خودش غذاشو کامل خورده بود نشسته بود فقط نداشت ما هیچ کدوم غذا نخوردیم. من سوپ داشتم، من سوپو نتونستم بخورم. هیچ کدوم نتونستم غذا رو بخوریم کل مدت فقط داشتیم حرف. بعد حرفاش هم کاملا بحث یه طرفه بود، یعنی ما نمیتونستیم حرف بزنیم. خانومه به تنهایی صحبت میکرد و داشت از زندگیش میگفت. ولی مثلا اگر واقعا فکر کنم 1.5 ساعت صحبت کردن اون 1.5 ساعت 6 تا جمله بود که این 6 تا جمله رو هی تکرار میشد. و آخر سر من گفتن که راستی شما موزیسیانی اینجوری دیگه من تونستم مثلا یه ساعت تو 1 ساعت بحث گرفتم. آره اینا گفتش که دیدین که فهمید که ما ایرانی هستیم اینا. و گفتش که دیدی که الشورین آهنگ جدید داده بیرون به اسم عزیزم ایرانی. گفتم آره بهش مسیج بزنیم بگیم آهنگ بعدیو با شما بده بیرون. گفتم که اینجوری کار نمیکنه. مرسی از نصیحت. نه گفت چرا نمیکنی؟ مسیج بزن همین الان بهش مسیج بزن بگو آهنگ بعدیو با شما بده بیرون. گفتم که حتما چشم. آقایی که باش بود، آقای سمبالایی که باش بود پاشوت رفت. آقای پاشوت رفت. یعنی اینقدر که داشت با ما حرف میزد به دوستش پاشوت رفت و ما موقع اونجا بودیم خود گارسونایی که اونجا کار میکنن دلشون با حال اون سوخته. آره هی می اومدن ازش بیایم اینو جعبه کنیم برین خونتون بخورین. گشتم بودا ببین خیلی گشتم بود. نمیتونستم بخورم. زشت بود خانم داره